امسال نخستین مراتبه و من بعد دویمی 21 مرد روز بین المللی حفظ پیریخو است که در تاریخ انسانیت یکمین مراتبه جشن گرفته می شود. شور و آویزه ها در کوچه و خیابان و باغ و گلگشت های شهر دوشنبه شکوه جشنی پایتخت را افزون نموده است. باید یادآور شد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضمن اجلاسی 77 خود قطعنامه را درباره اعلان کردن سال 2025 سال بین المللی حفظ پیریخو و 21 مرد روز جهانی پیریخو قبول نمود. یکم هدفی که سازمان ملل متحد در اساس تشبث پیشوای ملت اعلان نمود، این اعلان نمودن 21 مارد همچون روز حفظ پیریخو، یعنی این هدف نفوذ تاجیکستان رو در عرصه بین الخلقی باز هم بالا میبردارد. دوم هدفی که همین سازمان در زمینه همین تشبث پیشوای ملت پیش گذاشت، این تشکیل نمودن فوندی مخصوص در نزد سازمان ملل متحد می باشد که برای حفظ پیریخو در جامعه جهانی مساعدت می نماید. پیشوای ملت شخصیت می باشند که جامعه جهانی نه اینکه به مسئله های تنها داخل کشور و منطقوی توجه میکنند، به مسئله های بین الخلقی نیز توجه خاصه دارند و هر هدف و مقصدی که پیشنهاد میکنند افاده کننده منفعت های بین الخلقی می باشد و این حالت نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین الخلقی باز هم بالاتر می بردارد. یکم مرد روز بین المللی پیریخو در حال تجلیل می گردد که امروز دگرگونشوی اقلیم تمام جامعه جهان را نگران نموده است. حالا در جهان 275 هزار پیریخ موجود است که 70% آب تازه جهان را تشکیل می دهند. به خاطر حفظ این پیریخو جامعه جهان آمادگی خود را برای در عمل تطبیق کردن تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار نموده است. اعلان سال بین المللی حفظ پیریخو و 21 مرد روز جهانی پیریخو برای رشد همکاری طرفهای منفعتدار و موفق شدن در پیشگیری روند آبشوی پیریخو نتیجه خواهد داد. مسئله مهمه که امروز خیلی جهان را به تشویش آورده است، تغییرابی اقلیم و نبودن آبهای شیرین است. پیشنهادی که از جانب تاجیکستان شده است سر وقتی است و جهانیان آن را با تمام هستیشان قبول کردند که واقعا این مشکل جا دارد. آبخیزی، طوفان‌ها، بلندشوی سطح آب بحر و دریاها و کم گردیدن استحصال محصولات کشاورزی از پیامدهای اساسی آبشوی پیریخو خواهد بود. بلندشوی حرارت و آبشوی پیریخو دشواری‌های اقتصادی و نارسایی آب تازه نوشاکی را زیاد نموده است. حالا 13.6 میلیارد نفر اهالی کره زمین با نارسایی آب روبرو شدند و تا سال 2050 این شماره به 5 میلیارد نفر خواهد رسید. گرمی از عامل‌های اساسی مساعدت کننده به این روند به حساب می رود. طبق خلاصه کارشناسان 3 سال اخیر در سراسر جهان گرمترین سالها در تاریخ انسانیت به قید گرفته می شود که تهدید اساسی برای پیریخو به حساب می رود. این موضوع عادی نیست، از نگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اهمیت ملی و بین المللی دارد، چون که در تاجیکستان این از آن گواهی می‌دهد که موضوع حفظ پیریخو، حفظ محیط زیست، این یک سیاست عادی نیست، بلکه قسم ترکیبی سیاست ملی حکومت تاجیکستان است. از دیگر جهت این از آن گواهی می‌دهد که نظام دولتداری تاجیکستان سال تا سال بیشتر و بهتر تشکل و تکامل یافته. امروز نه فقط در حل مسائل داخلی بلکه در عرصه جهانی موفق شده ایستاده است و این از موفقیت بسیار بزرگ دیپلماتی تاجیک سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان گواهی می‌دهد. 21 مرد دو جشن. اگر نوروز همچون جشن ملی نیاگان مقام جهانی گرفته باشد، روز بین المللی حفظ پیریخو در اساس تشبث راهبر دولت از جانب جامعه جهانی هم موازی پیدا کرده است. امروز جمهوری تاجیکستان زیر سیاست سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچون دولت تشبثکار شناخته شده است. 3 گروه دولت‌ها را جدا کردن ممکن است که آنها در سازمان ملل متحد جای دارند. دولت‌های تشبثکار، دولت‌های همراه شونده و دولت‌های آوازدهنده به قبول قطعنامه‌ها و ما خوشبخت از آن هستیم که در دوران استقلالیت دولتی تاجیکستان توانسته است با راهبری پیشوای ملت در بین دولت‌های بزرگ همچون دولت تشبثکاری قبول سندهای بین المللی اعتراف شود. در اساس معلومات هر روز به حساب میانه در عالم 1 میلیون تن یخ آب می شود.
баъди ташаббусҳои тоҷикистон ва дидани ҳолати воқеи ҷомеаи ҷаҳон ба мавзӯи обу иқлим таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуд. моҳи майи соли 2025 дар пойтахти кишвар аввалин ва калонтарин конфронс вобаста ба мавзӯи пиряхҳо баргузор мегардад ки роҳбарони бонуфузтарин созмонҳои ҷаҳонӣ, таҳлилгарону коршиносон ва ҳайатҳои давлатҳо аз ҳамаи қитъаҳои олам барои муҳокимаи паҳлӯҳои гуногуни мавзӯъ ҳамоҳангсозии нақшаҳои нав ба тоҷикистон меоянд ва дар шаҳри душанбе барои ояндаи беҳтар хулосаҳои зарурӣ қабул карда мешавад. наврусӯҳи азизулло, хуршеди азиз, баҳодури ҳасан, ахбор.